خاویار گرونترین و لاکچری‌ترین خوراکی دنیا. خاویار بلوگا و خاویار اوسترا. این خاویار اوسترایی که میخوایم ما تستش کنیم. من منزل آنگاستش که برای این همیدونی چسبش به درش بیفته. لزج و دریایی میده ولی سریع چون میره پایین دیگه مزه‌شو نمیفهمی. ولی خب خیلی خوشمزه نیست ولی مقویه دیگه. در کل من برای اولین بار بود که داشتم تست می‌کردم. خوشمزه بود، یه ذره لذیذ بود و اگه چیزای دریایی دوست داشته باشید خوشتون میاد. مزه اغراق‌آمیزی نداشت نسبت به چیزایی که شنیده بودم، شور و تلخ و اینا نبود، خیلی خوشمزه بود. و اینکه 10 گرمش هم 1.200 بود که به نظر من خوشمزه بود و قیمتش میاد، خاصیتش میاد زیاد.